لازم نیست بگم اوضاع چقدر خرابه. همه میدونن که اوضاع خرابه. همه جا کسادیه. همه نگران وقایع اخیر هستن، میترسن شغلشون رو از دست بدن. ارزش دلار رسیده به 5 سنت. بانک ها ورشکست شدن. صاحب مغازه ها از ترس اسلحه با خودشون دارن. لاتو روتا تو کوچه ها ولوان و هیچ کس نمیدونه چی کار باید بکنه و چه تصمیمی باید بگیره. ما میدونیم که دیگه هوا قابل تنفس نیست، همینطورم غذای ما قابل خوردن نیست. من نشسته بودم تلویزیون نگاه میکردم که گوینده خبر با ناز و ادا اعلام کرد امروز 15 تا قتل داشتیم و 62 جرم بزرگ. انگار قرار همیشه همینطور باشه، مثل اینکه همه چی در همه جا از تعادل خارج شده. همه دیوانه شدن، سررشته کارها از دستمون در رفته، حتی نمیتونیم از خونه هامون خارج بشیم. باید تو خونه هامون بشینیم و درها رو از هر طرف قفل کنیم و بگیم خواهش میکنم، التماس میکنم، اقلا تو خونه هامون بذارید راحت باشیم. اگه شما به توستر، تلویزیون و رادیوم کاری نداشته باشین، منم هیچ حرفی نمیزنم، فقط بذارید راحت باشم. ولی من خیال ندارم دست از سرتون بردارم، میخوام عصبانیتون کنم. نمیخوام فقط اعتراض کنین و نامه به وکیلتون بنویسین یا از کنگره آمریکا بخوان کاری براتون انجام بدن، چون میدونم که انجام نمیدن. من نمیدونم در مورد کسادی و تورم در این جامعه دیوانه چه کاری باید. تنها چیزی که میدونم اینه که اول باید عصبانی بشین و فریاد بزنین، بگین من یک انسانم، لعنت به شما، زندگی من ارزش داره. بنابراین از شما میخوام همه به پا خیزید. من از همه شما میخوام از روی صندلی هاتون بلند شین. من از شما میخوام همه بلند شین، بریم به طرف پنجره، بازش کنین، سرتون از اون سوراخ بکنین بیرون، فریاد بکشین من عصبانی هستم، دیگه حاضر نیستم این وضع رو تحمل کنم. روی صندلیاتون بلند شین، پنجره ها رو باز کنین، سرتون رو ببرین بیرون، فریاد بزنین من یک انسانم، زندگیم ارزش داره، دیگه حاضر نیستم این وضع رو تحمل کنم. کجا داری میری؟ میخوام ببینم کی فریاد میکشه. برین طرف پنجره ها، بازش کنین، سرتون رو بکنین بیرون. I'm mad as hell! I'm not gonna take it anymore! I'm mad as hell and I'm not gonna take it anymore! I'm not gonna take it